سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. قسمت جدید از کانسپت سمارت مانی میخوایم به صورت واقعی، البته اولش شباتیک رو با هم دیگه چند قسمت کار میکنیم و حالا داریم به مباحث مهمتر میرسیم. کافیه که کمی روی ویدیوها بیشتر وقت بذارید و سعی میکنم این حالتها رو در چند قسمت بگم که تایم ویدیو بالا نره و در 2-3 قسمت توضیحش بدم، تموم بشه، به روی حالت واقعی و مثال واقعی رو هم با هم دیگه تمام اینا مثال بزنیم. اوکی؟ خب بذارید من قبلش به حالت هامون متنش رو اضافه کنم. در حالت اول همونجور که مشاهده میکنید تو این قسمت از حالت رو که میبینید عرضه ای رو داریم که حاصل از رنج ایجاد شده و میتونیم به صورت چند کندلی هم ببینیمش. یعنی دقیقاً ما به این حالت میتونیم مشاهدهش بکنیم، هم میتونیم به صورت رنج بگیریمش. اتفاقی که اینجا افتاده، من اومدم بر اساس این دو کندل ناحیه خودم رو قرار دادم و اتفاقی که افتاد بعد از اون قیمت با یک حرکت قوی به سمت پایین ناحیه رنج خودمون که چند کندلی بود رو شکست و نشون میده که سفارشات فروشنده در اینجا به شدت زیاده و همونجور که در قسمت اول بهتون گفتم ناحیه های رنج یا ناحیه هامون وقتی که با سرعت از ناحیه یا بیس یا حالا رنج ما خارج میشن، نشون دهنده به اصطلاح سفارشات زیاد، جریان سفارشات زیاد هستن. پس ما میتونیم به اون ناحیه اعتماد بکنیم. پس زمانی که یک ناحیه رنج داریم و هم میتونیم به صورت چند کندلی رسمش کنیم، به این حالت پیداش میکنیم و اون حالت هم شما بذارید هیچ ایرادی نداره. حالت بعدی که مشاهده میکنید عرضه حاصل از رنج رو میبینید که من به صورت یک بیس مشخصش کردم. حالا یکم بالا پایین داره دیگه، خیلی شما حساسیت به خرج ندید. همونجور که میبینید به این حالت میشه کامل دقیق مشخصش کرد. ناحیه پریمیوم، دیسکانت و منصفانه خودمون رو مشاهده میکنیم و ما به صورت بیس گرفتیمش، به صورت رنج گرفتیمش. مثل حالت قبل نمیتونستیم روی این حالت دو کندلی بذاریمش. بعد از اون شکست قوی که به سمت پایین ایجاد کرد، سفارشات فروش زیادی رو به ما نشون داد. انتظارمون اینه که قیمت بعد از اینکه خودش رو به سمت بالا در فاز برگشت میکشه، حالا در آینده یاد میگیرید که شما IMB اینجا داشته باشید، نقدینگی داشته باشید، قیمت رو به سمت بالا حرکت میده، به ناحیه عرضه رنج مانند ما میرسه، 50% اون محدوده رو فعال میکنه و ما از اینجا میتونیم سفارشات فروش خودمون رو ست بکنیم. حتما یادتون باشه بچه‌ها، ناحیه‌ای که مشخص میکنید، چه به صورت چند کندلی، چه تک کندلی، چه حاصل از رنج، باید کیفیت مورد نیاز ما رو داشته باشن. یعنی نشون بدن که به اصطلاح سفارشات به شدت زیاده و اگر حالتهای بی‌کیفیت، شکست‌های ضعیف رو انتخاب بکنید، به شدت میتونه شما رو اذیت بدن. و حالت بعدی رو با هم دیگه بررسی میکنیم، عرضه پیوتی، رسم تک کندلی. یعنی قیمت به این حالت اومده، رفته بالا و دوباره به سمت پایین حرکت کرده و ما میتونیم به صورت تک کندلی خوشگل و تمیز مشخصش کنیم و میبینیم که قیمت در این ناحیه ما به صورت تک کندلی مشخصش کرده بودیم. بعد از این قیمت با یک موج قوی به سمت پایین حرکت میکنه، شکست ساختار میده و بعد از اون قیمت در فاز برگشت خودش میتونه به اون ناحیه برسه و به اصطلاح ما اجازه میدیم 50% اون تک کندلی یا اون اوردر بلاک ما فعال بشه، تست بشه و از اونجا به دنبال گرفتن
سفارشات فروش و گرفتن تاییدیه میمونیم. پس شما حتما باید یادتون باشه تا الان ما 3 حالت رو یاد گرفتیم. عرضه حاصل از رنج که میتونه به صورت چند کندلی باشه که ما به این حالت میبینیمش، میتونیم مشخصش کنیم، حتی به صورت بیس میتونیم بذاریمش و بعد از اینکه ناحیه بیس ما با قدرت قوی به سمت پایین شکست میده و اجازه میدیم که به ناحیه برسه و فرصت فروش ایجاد بکنه که بتونیم در گرانترین حالت ممکن معامله خودمون رو ست بکنیم. حالت بعدی عرضه حاصل از رنج بود که ما ناحیه رنجی رو داریم میبینیم که به این حالت میتونیم بهتر ببینیمش، بهتر مشخصش کنیم و حالت تک کندلی یا به این حالت مانند درستی رو به ما نمیده. پس ما به این حالت میبینیم و مشخصش میکنیم و توی حالت بعدی به صورت تک کندلی در ناحیه هشتی خودمون یک تک کندلی میبینیم که قیمت بعد از اون به سمت پایین با یک موج قوی شکست ساختار داده و به صورت تک کندلی مشاهدهش میکنیم. حالت بعدی که به اصطلاح شما داریم میبینید عرضه پیوتی چند کندلی هست. خب چجوری؟ یعنی ما یک هشتی داریم که توی اون هشتی رنج ساخته نشده بچه‌ها، رنج ساخته نشده. یعنی شما ممکنه که توی هشتی خودتون اینجا رنج ببینید، تک کندلی ببینید و توی این حالت شما باز داری یک هشتی میبینی که رنج درش نیست و با 2 کندل میتونی ببینیش، با تک کندل هم میتونی ببینیش. اما توی این حالت ما یک هشتی داریم که به این حالت به صورت 2 کندل که هم دیگه از هم بالاتر قرار گرفتن و بعد از اون با موج قوی به سمت پایین حرکت کردن. یعنی ما دقیقاً این حالت رو هم میتونیم تر تمیز برای خودمون مشخصش بکنیم و دقیقاً در هشتی ما تو این حالت ها خیلی تمیزتره و هشتی هایی که داریم مشاهده میکنیم به صورت بیس یا ریس تشکیل شدن و میتونیم در این حالت ها ببینیمش. اجازه میدیم اون عرضه یا سوینگ ما به سمت پایین شکست ساختار بده، لو خودش رو بسازه، وارد فاز برگشت بشه، به ناحیه به اصطلاح اون هشتی ما برسه که به صورت 2 کندلی رسمش کردیم، 50% فعال بشه و فرصت فروش ایجاد بکنه که ما که تریدر هستی در کمترین حالت ممکن، در کم ریسک ترین حالت ممکن بیایم سفارش فروش خودمون رو ست بکنیم. میریم توی جلسه بعد در مورد این نواحی صحبت بکنیم که حالتهای تقاضاش به چه شکله، یکم ادامه میدیم مباحث و بعد میریم روی چارت به صورت عملی تمام اینا رو با هم دیگه پیداش بکنیم. ازتون انتظار دارم با لایک و کامنتتون ازم حمایت بکنید. دم همتون گرم. خدافظ تا قسمت بعد.